از بین همه مهارت‌هایی که برای داشتن یه رابطه خوب لازمه، یه مهارت هست که از همه مهمتره. این که بتونیم بدون رابطه هم زندگی کنیم. فقط وقتی با تنهاییامون کنار اومدیم میتونیم توی رابطه آرامش، ثبات و شجاعت واقعی داشته باشیم. آدمایی که از تنها موندن نمیترسن میتونن صبور و محکم منتظر بمونن. ماه‌ها، سال‌ها یا حتی دهه‌ها تا وقتی که آدم درست زندگیشون پیدا بشه. فقط وقتی مطمئنیم میتونیم به تنهایی زندگی کنیم، اعتماد به نفس لازم رو داریم تا رابطمون رو بسازیم. و برای رابطمون میتونیم مرزهای سالم بذاریم و طرف تعاملمون هم خیلی خوب متوجه میشه که تا کجا میتونه مرزهای ما رو جابجا کنه. اگه بیشتر از بدرفتاری، از تنهایی بترسیم، اون وقت میشه تا ابد با همون بازی کرد. ما باید همیشه بدونیم که اگه لازم شد میتونیم رابطه رو ترک کنیم. نه برای اینکه حتما میخوایم این کارو بکنیم، بلکه برای اینکه شرایطی بسازیم که هیچ وقت مجبور به این کار نشیم. مثل یک کشوری که هر سال مانور نظامی میده، نه چون مطمئنه که قرار جنگ بشه، بلکه برای اینکه احتمال وقوع جنگ رو کم کنه. حتی وسط صمیمی‌ترین و گرمترین لحظات، آدمای آگاه همیشه یک کوله فرار استعاری زیر تختشون دارن. یادشونه که اگه لازم شد راه خروجی وجود داره. وقتی که در حال قرار گذاشتن یا مرحله آشنایی هستیم، باید با تنهایی کنار بیایم. باید اون وضوح و قدرت رو داشته باشیم که بدون ترس آدمای نامناسب رو رد کنیم. فقط وقتی از بودن با خودمون نمیترسیم، از وسوسه قانع کردن خودمون به درست بودن آدمای اشتباه خلاص میشیم. فقط اون موقع است که نمیذاریم ترس تنها موندن تا آخر عمر زندگیمون رو خراب کنه. ولی تا وقتی که به شعارهای شیرین رایج دل میبندیم، مثل این که تنهایی هم میتونه فان، هیجان انگیز یا پر از رشد باشه، هیچ وقت واقعاً با تنهایی کنار نمیایم. این حرفا باعث میشن هم تنها بمونیم، هم از رنج بردن این تنهایی احساس شرم کنیم. باید با شجاعت با واقعیت روبرو بشیم. تنهایی سخته، واقعاً همینه. خسته کننده است، ترسناکه، دلگیره. هیچ چیزی توی این که کل تخت مال خودمونه یا میتونیم ساعت 3 صبح موزیک بلند بذاریم واقعاً تسلی بخش نیست. اما با همه سختیاش تنهایی همیشه از یه رابطه بد بهتره. از رابطه با یه آدم نابالغ، ناپایدار، خودشیفته. حتی گریه کردن روی زمین اتاق پذیرایی از سر تنهایی بهتر از اینه که بخوای یه آدم خودخواه رو قانع کنی که دوستت داشته باشه. تنهایی آیندت رو ازت نمیگیره، برعکس همیشه این شانس رو نگه میداره که یه چیز بهتر ممکنه سر راهت بیاد. باید بپذیریم که تنهایی رو دوست نداریم، شاید حتی ازش متنفریم، ولی در عین حال بدونیم که تحمل آگاهانه و محکم اون در نهایت تضمین کننده آینده‌ایه که واقعاً لایقش هستیم.